یک ساکن نویه نورآباد با گمان دست داشتن در دزدی 27 سر چاروای کلان مردم بازداشت شده است. یک منبع پایگاه خبری بامداد از نورآباد خبر داد که ازلشای رحمدین سال تولدش 1993 ساکن دیهه موچخرف حالا در شوبچه دره حکیم در بازداشت قرار دارد. دره موچخرف را از دره حکیمی یک کو از هم جدا میکند و به گفته منبع بامداد ازلشای رحمدین با شریکانش چاروای مردم را از چراگاه‌های واقع در کوه‌ها دزدیده ضبط میکرد و گوشتش را در بازارها به سودا میزد. به گفته همصحبت بامداد جنیدالله زیارت نام ساکن دره حکیمی گاوش را از بین گاوهای هنوز ناکشته از دست ازلشای رحمدین شناخته گرفته است. ساکنان میگویند قضیه بازداشت ازلشای رحمدین با اتهام دزدی گاوهای مردم را امام خطیبان در موعظه نماز جمعه گذشته بیان کرده ساکنان را دعوت کردند که حلال را از حرام فرق کنند و هیچگاه دهان خود و اهل بیت خود را به لقمه حرام عادت نکنانند. ولی ساکنان میگویند برخی جبر دیده ها را که چاروای خود را از دست دادند گویا هشدار دادند که زیاد دنبال این قضیه نگردند، چون که ازلشای رحمدین پشت زور دارد و به زودی به آزادی میبراید. مقامات این قضیه را تا حال رسما شرح ندادند.